با قرار خود بانک ملی تاجیکستان فعالیت نقطه‌های خصوصی تبادل اسعار را در قلمرو کشور قطع کرد. در شرح این قرار گفته شده است که چنین تصمیم با مقصد تأمین استواری بازار داخلی اسعار، ثبات قربی سامانی و حفظ منفعت‌های مشتریان تشکیلات قرضی گرفته شده است. در قلمرو تاجیکستان بیش از 1,500 مؤسسه تبدیل اسعار عمل می‌کرد که بیش از 800 تای آن را شخصان واقعی تشکیل کردند. امروز با مشاهده خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالله اشر همه صرافخانه‌های خیابان مرکزی پایتخت بسته بودند. حالا ما در یکی از کوچه‌های بسیار شلوغ دوشنبه در نزد فروشگاه مرکزی قرار داریم که در اینجا پای هم چندین نقطه‌های فروش اسعار قرار داشتند و آدمان زیاد در اینجا محض اسعارشان را عوض می‌کردند با سامانی. اما همکنون می‌بینیم پس از صدور فرمان بانک ملی تاجیکستان این نقطه‌های اسعار از کار باز موندند، تابلوهای آنها خالی است و روزنه‌های آنها هم بند است و مردم همکنون نمی‌توانند در اینجا اسعارشان را به سامانی عوض کنند. در این کوچه پای هم 1 2 3 4 5 نقطه اسعار قرار داشت و بسیاری از ساکنان شهر دوشنبه هم عادت کرده بودند که محض در همین نقطه اسعارشان را عوض کنند. ماهی مرد حساب شده بود که در یک سال قربی سامانی در مقابل دلار 30% ارزش خود را از دست داد و حالا $1 در حدود 6 سامانی و 33 درم پیشنهاد می شود. و حالا این موضوع را با سخنگوی بانک ملی تاجیکستان عبدالغفار قربانوف در میان میگذاریم. جناب قربانوف، این تصمیم ناگهانی بود و آیا صادر شوی چنین یک امر برای قطع کار صرافخانه‌های خصوصی را شما چگونه شرح می‌دهید؟ با دستور بانک ملی تاجیکستان از 16 اپریل صادرابان با مقصد تامین استواری بازار داخلی اسعار قربی یعنی همچنین ثبات قربی سامانی، قربی پولی ملی و حفظ منفعت‌های مشتریان تشکیلات‌های قرضی و دیگر سازمان‌های بانکی از شروع از 17 فوریه یعنی از امروز فعالیت نقطه‌های مبادله اسعار شخصان واقعی در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان بازداشته می‌شوند. طبق دستور نام برده تشکیلات‌های قرضی جمهوری عهدهدار می‌شوند که هر یک عملیاتی که عاید به فروش دلار ایالات متحده آمریکا انجام می‌دهند با میزبان یا با دیگر شهروندان باید با طور مخصوص با درج تمامی مشخصات شخصیتی که با آنها سر کار دارند انجام داده این حجت را رسمیت دارند، یعنی که آن معادله‌ای که با مشتریان می‌شود باید به رسمیت درآورده و قید شود. آیا برای بستن صرافخانه‌های خصوصی کدام سبب دیگری هم وجود دارد؟ چی مشکلی ایجاد شد که چنین تصمیمی خیلی جدی گرفته شد؟ و طوری گفتم خود تشکیلات قرضی هم اکثر وقت میگفتن که بسیار وقت قربی اسعار از جانب نقطه مبادله اسعار شخصی با طور سنی برداشته میشوند. با همین خاطر فکر میکنم این باید کمک رساند برای معتدل کردن وضع بازار اسعار، همچنین نگهداری ثبات قربی سامانی پولی ملی در مقابل دیگر خروج‌های از اسعارهای خارجی و طوری گفتیم برای حفظ منفعت‌های مشتریانی که از خدمات بانکی استفاده می‌برند. تشکر. عبدالغفار قربانوف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ داد.